چهارمین فردی که باید او را ببخشید خودتان هستید. اکنون که از شهامت و منش بخشیدن هر کسی که در زندگیتان موجب رنجش شما شده است برخوردارید، باید خودتان را نیز ببخشید و از بند رها کنید. بسیاری از افراد به دلیل اشتباهی که سالها قبل مرتکب شدند عقب ماندند. شاید آنها زمانی که در سن رشد بودند از روی بیفکری کارهای بد یا ظالمانه انجام داده باشند. شاید در روابط قبلی خود باعث رنجش کسی شده باشند. شاید کاری انجام داده باشند که باعث درد و رنج و تحمیل هزینه بسیار زیادی به فردی در کار یا تجارت شده باشند. چنانچه این امر در مورد شما حقیقت داشته باشد، احساس ندامت و افسوس می کنید. احساس می کنید ناراحت هستید و باری بر دوشتان است. آرزو می کنید کاش آن کار را انجام نداده یا آن سخن را بر زبان جاری نمی کردید. احساس تقصیر و ناخوشایندی دارید. این احساسات ممکن است شما را همانند وزنهایی از اوج گرفتن و شکوفا نمودن تعداد استعدادهای بالقوه‌تان باز دارد. این احساسات ممکن است باعث شود احساس کنید لیاقت چیزهای خوب را در زندگی ندارید و این امر مانع موفقیت شما گردد. از طریق راهنمایی افراد به منبع قدرت خودشان به آنها کمک کنید انگیزه بیشتری به دست آورند.